سلام، امروز اومدم باهاتون دو تا چشم کار کنم، یه دونه از سمت نیمرخ و سرخ. توی ویدیوی قبل چشم از روبرو رو باهاتون کار کردم. برای چشم نیمرخ ابتدا همچین فرمی رو رسم می‌کنیم. بعد یک نیم دایره اینجا رسم می‌کنیم. و اینجا یک همچین حالتی رو رسم می‌کنیم که برای قسمت بالای چشممونه و این زیر هم به همین شکل. خطایی که بهتون گفتم رو پررنگ کردم و پلک پایین رو تکمیل کردم. توی ویدیو قبل گفتم که باید دو تا پلک داشته باشیم برای موژه و اینکه برای پایین هم و بالا پلک رو در نظر میگیرم شکلی. حالا ما یک چشم داریم که در واقع اتودش رو زدیم. به این شکل سایه گذاری اولیه رو انجام میدم باهاتون. از یه مداد ویدیو استفاده میکنم برای سایه گذاری ابتدایی. چشم هم حالت افتاده‌ای داره. توی ویدیو قبل یک چشم باهاتون کار کردم که کشیده بود ولی این چشم حالت افتاده داره. بسته به مدلتون کار سایه میزنید. ولی چون که من مدلی ندارم طبق سلیقه شخصی خودم این کارو انجام میدم. همونطور که توی ویدیو قبل آموزش دادم سایه گذاری رو انجام میدیم. سایه گذاری اولیه رو انجام دادم و قرنی و عنبیه رو حالت نیم دایره تر کردم و بردم به این سمت که اینطوری یه چشم نیمرخ بهتری به ما نشون میده. بعدش که با مداد ویدیو کارمون تموم شد، از یه مداد که سایه گذاری بیشتری انجام بده استفاده می‌کنیم، مثل مداد B5. گوشه چشم رو تیره می‌کنیم به این شکل. قرنیامو دورش رو تیره می‌کنیم، قسمت بالایی چشم رو تیره می‌کنیم. این مربعی که می‌بینیم برای نور چشمه. این قسمت کاملا تیره باید بشه، مشکی باید باشه. و به صورت خطای کوتاه و بلند این کار رو انجام میدم. به این حالت قرنیه رو تیره می‌کنیم و توی نور چشممون یک چند تا خط که شبیه تار موژه باشه انجام میدیم. به این حالت توی چشم با سایه خیلی کم رنگ و ملی و یک دست گوشه های چشم رو به سمت داخل تیرگی خیلی کمی میاریم. به این صورت که باید فیک باشه کارمون و خط خطوطی نباشه. چشم من حالت درشتی داره و حالت افتاده‌ای داره، همونطور که مشاهده می‌کنید. اون جاهایی که تیرگی‌های کمی آوردم همون جاها رو باید تیرگی‌های بیشتر رو بیاریم به صورت کم. سایه‌های کارم تقریبا تموم شده. من چشم حالت افتاده و پف کرده کار کردم. چطوری کار کردم؟ اینطوری که این زیرو این قسمت رو تیره کردم و این قسمت رو هم تیرگی تقریبا ملی کار کردم و این روی پلکم رو نور شدیدتر از جاهای دیگه گذاشتم و این حالت افتادگی و پف کردگی چشم رو بهتون نشون میده. بعد از که این کار کردیم ما موژه گذاری رو انجام میدیم. موژه گذاری رو باید با یه مدادی انجام بدیم که نوکش تیز باشه. برای اینکه چشمم نیمرخ هستش من میخوام که این موژه گذاری که دارم انجام میدم به سمت پایین باشه و موژه هم زیاد حالت خاصی نداشته باشه. مثل این باشه که این موژه طبیعی هستش و هیچ ریمه و هیچ دستکاری توش انجام نشده. به این صورت این موژه رو به سمت پایین میارم و این قسمت رو هم همینطور موژه ها سمت پایین قرار میگیره و موژه های بلندی هم هستش که به این شکل هستش. از یک خورده بالاتر شروع میکنم و موژه گذاری رو انجام میدم و خط رویش موژه هم اینجا توی این قسمت مشخص میشه. به این شکل. موژه ها رو انجام دادم. موژه های بالا اونطور که بهتون گفتم فقط پررنگ ترش کردم. میرسیم به موژه های پایین به این حالت. ابتدا با این مداد کم رنگ تر این کار رو انجام میدم و بعد موژه رو میخوام به هم تقریبا بچسبونم و بعد هر جا که نیاز باشه مثل گوشه انتهای چشم با مداد پررنگ تر که نوکش تیز باشه این کار رو انجام میدم. موژه ها رو دسته دسته میکنم به این شکل. موژه هاش کاملا پر هستش، فقط حالت به هم ریخته‌ای داره و حالت افتاده‌ای داره که میتونین ببینید. بعدش که موژه ها رو کار کردم از یک مداد تیز مثل این مداد استفاده میکنم که پررنگ باشه ولی انتهای چشم موژه های پرتر رو قرار میدم. پررنگ‌تر در واقع، موژه های پرتر و پررنگ‌تر. همونطور که میتونید ببینید این موژه های قسمت بالا خط رویشش یعنی نقطه رویشش کاملا مشخصه چون موژه افتاده و حالت رو به پایین داره. برای چشم سرخ
همونطور که برای چشم نیمرخ مشاهده کردیم این گوشه چشم قسمت اشکی رو نداره، ولی برای چشم سرخ یه حالت اشکی کوچیکی ما اینجا قرار میدیم و به این حالت چشممون رو ترسیم میکنیم. این چشمم که دارم میکشم سرخه، همون حالت چشم بالایی رو در نظر میگیرم براش، ولی به شکل سرخ این کار انجام میدم. برای قرنیه چشم نه مثل چشم بالا باید حالت نیم دایره داشته باشه و نه مثل چشم از رو به رو باید حالت گرد داشته باشه. بین این دوتا باید باشه و یه حالت نیم دایره‌ای باشه که مثلا گرد باشه. میدونین اینطوری، نه خیلی گرد اینجوری قلمبه‌ای باشه، نه نیم دایره باشه. میتونیم از اینجا یه خورده چشممون یعنی قرنیه‌مون فاصله بدیم. به این حالت اینو رسم می‌کنیم. در حال حاضر این قسمت چشم ما رو به بالاتر داره و معلوم‌تره، پس اینجا رو بزرگتر براش در نظر می‌گیریم و هر چی که میاد اینورتر کوچیک‌تر میشه. به این شکل برای این اشکل چشممون یه همچین حالتی در نظر می‌گیریم. می‌تونیم اشکل چشم کوچیک‌تر و این قسمت چشم کوچیک‌تر در نظر بگیریم. هر چقدر اینجا کوچیک‌تر باشه اینجا بزرگتر دیده میشه و این قسمت چشم رو به بالاتر و به سوی ما نشون میده در واقع. به این حالت بعدش یه همچین چیزی می‌کشیم وسط چشم، وسط قرنیه می‌کشیم عنبیه رو و بعد سایه‌گذاری اولیه رو شروع می‌کنیم. اینا باید رسم کنم. حالا میتونیم سایه‌گذاری اولیه رو انجام بدیم. همونطور که میتونید مشاهده کنید هر چیزی که در این قسمت ما هستش بزرگتر هستش و هر چیزی که در این قسمت هستش کوچکتر هستش. سایه‌گذاری اولیه رو همونطور که بهتون آموزش دادم انجام میدید. به این حالت. سایه‌گذاری چشممو تموم میکنم و بعد بهتون دوباره نشون میدم. بعد از اینکه سایه‌تون رو زدین انجام دادین باید نور کارمون رو بذاریم. این قسمت بالای پلکمون یه خط نازک خوشگل سفید قرار میدیم. به این حالت اینطوری با پاکن اتود یا پاکن برقی. من یه خورده از کارم پاک کردم متاسفانه. این حالت دوباره یه خورده میخوام پررنگش کنم. این قسمت و این قسمت چشم حالت افتاده و پف کرده ای داره. بعدش این کارو انجام دادیم با هم پاکن اتود این قسمت وسط رو یه خورده به این حالت کم رنگ می‌کنیم. اگه با پاکن اتود راحت نیستین یه خورده از پاکن خمیرمون برمی‌داریم. بعدش اینجا رو کم رنگ می‌کنیم که با پاکن خمیری بهتره و مفتر و قشنگ‌ترین کار می‌تونین انجام بدید. به این حالت بعد دورش هم می‌تونین یه خورده از مداد دوباره استفاده کنید جایی که فکر می‌کنین نیاز هستش. این قسمت کارمون رو تیرگی شدیدی قرار میدیم. قسمت ته چشممونه. به دلیل اینکه این پلک افتاده سایه‌اش افتاده این قسمت چشممون. داخل چشممون هم همینطور یه سایه قشنگ داخل چشممون میدیم به این شکل که باید کم رنگ و ملیح باشه. اگه پر رنگ شد با پاکن خمیری آروم اینجوری تاپ تاپ می‌زنیم روش و کم رنگ میشه. کل چشممون این کارو انجام میدیم. توی این قسمت چشممون که نور کارمون هست از یک مداد نوک‌تیز استفاده می‌کنیم و براش سایه موجمون رو می‌ندازیم توی چشممون در واقع. به این حالت. چون این کارم قراره یک چشم باشه که موجه‌هاش افتاده و رو به پایین باشه. به اون حالتی که همونجا قسمت بالا هم گفتم این کارو انجام میدیم. این داخل چشممون که می‌بینید یه خورده می‌خوام روشنش کنم و بعد این خط رو بیشتر گذاشت در نظر بگیرم. پررنگ‌ترش کنم که وقتی موجه رو گذاشتم موجه مشخص باشه از توی این اومده بیرون. به این حالت که می‌بینید. بعدش موجه گذاری رو انجام میدم. همونطور که قسمت بالا هم گفتم این قسمت میخوام مشخص باشه که موجم از کجا رویده شده. مثل قسمت بالا موجه شلخته و تو هم رفته‌ای داریم که این قسمت چون مدادم کم رنگه در حال حاضر اونقدر معلوم نیست. بعدش با مداد پررنگ‌تر پررنگش میکنم. ته کار موجمون رو با یه مداد پررنگ‌تر انجام میدم که مشخص‌تر باشه. هر چقدر به این سمت میام موجه ها کم تراکم و کم رنگ‌تر باید باشن. به این حالت. و کوتاه‌تر قطعاً. توی ویدیو قبل موجه‌هایی که کشیدم اینقدر پر نبود ولی توی این چشم چون که موجه‌های بالا خیلی پره موجه‌های پایینم بر همون اساس پر کشیدم. به این صورت.
اینجا کارم تموم شد و میتونم یه خورده نور بیشتر هم براش در نظر بگیرم. برای مثال این قسمت کارم میتونم نور بیشتری در نظر بگیرم و اینکه سایه این موجه ها میتونم بیشتر توی چشم بندازم. به این حالت از این مداد کم رنگ استفاده میکنم و توی چشم سایه این موجه ها رو اینطوری میتونم بندازم. ولی اینکه این قسمت بیشتر مشخصه میتونم اینجا هم یه خورده سایه بندازم. به این حالت اینجا کارم تموم شد. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشین و اینکه تهش هم امضای کارم رو میزنم. به این حالت ممنون که تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.